سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به کانال زیبایی و سلامتی با آذین. اگر میخواین پوست صاف و شفاف داشته باشین پس این ویدیو را تا آخر بیننده باشین. 3 نکته مهم برای داشتن پوست صاف و درخشان. نکته اول، استفاده از یخ. مالیدن یخ روزانه 1 الی 2 دقیقه بر روی صورت منافذ باز را کوچک می‌کند و از بین بردن جوش، التهاب و سرخی و تیرگی پوست کمک کرده و در نتیجه پوست زیبا، صاف و درخشان به نظر می‌رسد. نکته دوم، آب. روزانه نوشیدن 6 الی 8 گیلاس آب از کم‌آبی بدن جلوگیری کرده باعث آبرسانی به پوست صورت می گردد و به پوست صورت زیبایی و شادابی می بخشد. و نکته سوم، ویتامین ها. با مصرف میوه ها و سبزیجات تازه از کمبود ویتامین ها جلوگیری می گردد، بدن و پوست تغذیه گردیده، در نهایت پوست صورت صاف، بدون جوش و لک و درخشان می گردد. برای نکات زیبایی بیشتر لطفاً کانال زیبایی و سلامتی با آذین را فالو کن.